خلیفه جایم از جواب خیلی خالی است. بله حالا نامم خواهی نکن اگه چرا؟ خیانت کرد. عالم در ایران است. این جواد کیست بیادر؟ برش توضیح بکن. این جواد که بود بسیار خیانت کرد در رئیس منصور. عالم رفته ایران خبر نداره. پیش از اینکه ما بیم خیلی کتوریش ده. او به خیال از نفرهای ارسلان شده حاله. اگر دروغ نگیم خلیفه هم بود. طرف ارسلان رفت. برای رئیس منصور خیانت کرد. دولا یک نفر از دروازه آمدی کیسته؟ جواد آمده خلیفه. تو خواهین چطور جرأت کردی اینجا بیایی؟ همونطور که شما جرأت کردین به دفتر عمل کنین. سوالی که با پای خود آمده بان که ازش پذیرایی کنیم. امی همون جواد خیانتکار است؟ آه خودش است. از نفر پذیرایی کن. رئیس جواد آمده بود. کدام جواد؟ جواد بسیار راست پدره. چطور جرأت کرد تنهایی اینجا آمده؟ با شما سه تا هیچ کار نتونستین؟ چوب. تا یک روزی براتون وقت میتون یا جوادم میارین پیدا کردن یا خود ارسلانم میارین. به غیر از این پیدا نمیکنم. الو خوب هستی جوان لولا بخیر سلامتی سلامت باشید بابا هستم همینجا در دفتر شروع شد خب صحیحه بیا صحیحه خیلی باشید
خبره لالا؟ دریا خوب است؟ چطوری کردی کاروبار؟ خدا رو شکر الله خود خوبی دیگه ان شاء الله قراریه الله خبر نیه نمیشه قدینی بنا زده ریم دیگه امیر آوردیم چک کنیم گفتم چی رقم است یا باز تو زنگ زدی یا خودت کجا بودی چی کاروبار می‌کنی ایش لالا دمی دور برا بودم هیچ کدام کاروبار خاصی نیه لالا. خب خدا رو شکر لالا مقصد قراری باشه جان جوری باشه ها دیگه لالا راستی چطوره زخم مای داری بهتره خوب شده نشده؟ خوب لالا خدا رو شکر بد نیه همین یک زخمی کوچیک بود زیاد بزرگ نبود هم جای چوب مانده بود فعلا یک چسب خورده فعلا خوبه بهتره خوب خدا رو شکر. راستی لالا وی نفرها رو پیدا کرد. کدام نفر لالا اونمو نفرایی در کارخانه ولی که آها چی رقم پیدا کردی لالا کی بوده اونا اونا لالا کی بود؟ هم نفرای بچه منصور نفرای راشد. لالا تو چطور فهمیدی که اونا بوده از کجایی را معلومات گرفتی چی رقم فهمیدی راستش لالا ما اول دمو شفاخانه شک کردم ما اول باز دیروز رفتم دمی چیشان در یک مرتبهاشان اونجا رفتم اونجا باز فهمیدم. لالا چی رقم باید رفتن در قرارگاه از اونا تو فهمیدی که کار از اونا بوده ای لالا ایتا شد که من اول خوب مطمئن نبودم که شک دارم یک شک بود رفتم اونجا باز خیلی جنجالا شد جنجالا شدم جنجال آقای گفتم اون بالایی که ما سری ارسلان رو بدترش سرکتون میاد اونمون بود که اونجا بازک زدنک شد و بازکشان رو دادم دیگه. چی میگی جواد لالا یعنی تو همراه از اونا درگیر شدی رسما لالا خب اول ما تشک داشتم رفتم اونجا که کرزما گرد بودم اونجا رفتم خب باز اینجا جنجال دیگه اون حرکت کردن وقتی که فهم کار از ما سید اونجا هم درگیر شدیم باز همون تکرار کارخانه شما لالا یعنی در کارخانه شان هم دوباره درگیری کردیم ها دیگه لالا رفتم اونجا خب باز جلوی پولشان هم دادم دیگه. جواد لالا کار خوب نشده به خدا کاش نمیرفتی اصلا امراه از اونا درگیر نمیشدی با شناختی که من از بچه منصور دارم او آدمی نیه که باز کدام درگیری بدون پاسخ بمانه تو خودت خبر داری بدون کدام جنجال امراه ما چی رقم رفتار کرد تو خودت خبر داری در چند سال ما امراه از اونا مشکل نداشتیم بازم او آدم آمد اون روز در کارخانه خودت دیدی که این بلا رو سر ما آورد در صورتی که من هیچ کدام مشکل نداشتم امرایش و قصد از اینم نداشتم که به خاطر از او حمله و روز از او من تلافی بکنم این که تو رفتی در اونجا و امرای از او درگیری کردی امرای کارگرایش امرای نفرایش دیگه این اصلا من رو نمیخواستم ای کاش جواد لالا تو این کار رو نمی‌کرد این جواب شخمان اگر نمیدادیم امکانش نداشت دیگه بازم از این پیش شما کار را دارم هرچی که شده فهمیدی دیگه دوانیده این کار را کردن نمیکنم این فشار خربوزه نیاد که به سر هر کسی زور گفته من رقم خدا خودت میگی من جنجال نداشتم وقتی جنجال نداشته خب چرا هم نکردیم امیدوارم که این آدم خود اصلاح کنه فهمیدی دیگه باز اگر دفعه دیگه این کار کرد یک چیزی بدتر و سنگین‌تر باز می‌بینی جواد لالا گپایت کاملا درست است خود اما طبق قانونی که در کشور فعلا وجود داره ما حق نداریم درگیری بکنیم خود درگیری ایجاد بکنیم و اینکه خودت خبر داری که ما امرای منصور چی جنجالایی را گذراندیم او زمان خودت همینجا بودی در کابل و دیدی که من به خاطر همون جنجالا بود که بیادر کوچیکیم کشته شد و خود منصور هم به خاطر همون کارهای خلافی که قصاص شد و ما نمیخوایم که دامن زده شود به این کارا من منظوری می نیست که ما در مقابل یک کسی که زور میگه یا ظلم میکنه ما ساکت باشیم نه منظور من اینه که اصلا این کارا بنا نشود از اولش و این رقمی که تو گپ میزنی من آینده این کار اصلا روشن نمیبینم بسیار تاریک میبینم من ایره نه لالا آدمی که قانون می‌مانه گفتم که رئیس قانونی کرد یا این آدم کجا قانون سر از میشه و دیگه یک کار غیر قانونی انجام داد که اون جمع نکرد خب باز ما هم تک جواب شد میگم خب گذشته از این قبل لالا ما بریم که کار دارم از ان شاء الله ما شما هستیم دیگه یکی هیچ تشویش نکن هیچ تشویش نکن هر چی که اومد ما در بالای هستیم باز ان شاء الله دیگه او هم کار کردن نمیکنه خدا کنه همون رقم باشه جواد لالا من از عاقبت از این کار میترسم دیگه چیز برای من مهم نیه خب نه اینی که ما آدمی ترسو باشم یا بی ترسم از راشد بچه منصور ما از پدرش هم نترسیم از خودش هم نمیترسیم ما بیشتر کوشش میکنم که طبق قانون رفتار شود و خشونت رفتار نشود دیگه ولی ما وقتی تا نگیرم مزاحم تو نمیشه مالی که روان است کدام طرف باز میبینیم ان شاء الله کار ان شاء الله ما بریم باز گپ میزنیم بخیر باشید خداحافظ